تو این روستا عکس گرفتی؟ عکس؟ خب بله عکسم میگیرم بله. والله راستشو بخوان ما یه مشکلی داریم، فقط به دست شما باز میشه. ما تو این روستا یه رسمی داریم. بله. دختر که به دنیا اومد نافشو به اسم یکی میبرد. بله. این دختر جزل که به دنیا اومد نافشو به اسم یعقوب بریدن. یعقوب کی؟ یعقوب نوکر شماست. آقا خواهش میکنم. حالا که این دوتا بزرگ شدن قرار با هم ازدواج بکنن. بله. منتها نه با من کار داره. اگه اجازه بدید من برم. خواهش میکنم. ببخش با اجازه باشید. منتها اگه این پسر سلطوز بذاره ببخشید سلطوز کیه؟ والا سلطوز پسر یکی از فامیلای دور ماست. از قرار معلوم این پسر هم جزلو میخواد. هرچی هم بهش میگیم ویلکن نیست. چند بار یقهشو گرفتیم زد زیر همه چیز.